دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه مثل دو تا سیاره میمونن. یکی شبیه زهره است، گرم و پر از احساسات و قوانین نامرئی توش پره، و اون یکی هم شبیه مریخ میمونه، خاکی، پر سر و صدا و بدون قانون. حالا صبح‌های این دبیرستان‌ها رو ندیدی. صبح توی دبیرستان دخترانه شبیه صحنه‌ای از فیلم‌های دیزنی میمونه، البته نسخه‌هایی که جواد عزتی کارگردانی کرده. دخترها با موهای اتو کشیده، کفشای براق و عطرایی که از 3 تا خیابون طرفدار میتونی بوشونه احساس کنی وارد میشن، ولی پشت این ظاهر آراسته طوفانی از دیالوگای پیک میتوره. وای مامانم امروز اعصاب نداشت بهم گیر داد، ببین موهامو چقدر چسبیده، وای افتضاح شده، وای نتونستم ناخونامو لاک بزنم، و کلا از اینجور دیالوگا میشنوی. ولی در مقابل صبح توی دبیرستانای پسرانه چطوریه؟ پسرا یا خواب موندن، یا خواب آلودن، یا هنوز خوابن. مشخص ترین نشونه یه پسر ایرانی اینه که 80% با همون تیشرتی که دیشب خوابیدن اومدن مدرسه. گاهی هم کفشاشونو عوض میکنن، یعنی از زدیکس فیروزه‌ای تبدیل میکنن به زدیکس قرمز. کیفشون هم اگه پیدا بشه میارن، پیدا نشم که اهمیتی نداره، همون یه دونه لقمه‌ای که مامانشون واسهشون لقمه گرفته رو برمیدارن و میان مدرسه. و راستی یه دونه ویدیو هم دربارش ساختم، برو حتما ببینش.